شب 21 به 22 آگوست سال 2022 افراد نامعلوم با استفاده از لازر کوشش کردند برای پرواز یک هواپیما در فرودگاه کروموچ سمارا مانع ایجاد کنند. این هواپیما مربوط به شرکت اورالسکی اویالینی ساعت 23:50 از فرودگاه کروموچ به سمت خوجند تاجیکستان به پرواز خیسته بود. تلگرام کانال آویا اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده با هواپیماها و چرخبال‌ها را پیگیری میکند خبر داد که هنگام به آسمان بلند شدن کاپیتان هواپیما درباره کوشش با لازر رنگش سبز بریدن چشمان آنها خبر داد. هواپیما در این لحظه در فاصله 25 کیلومتر از فرودگاه سمارا در بلندی 1800 متر قرار داشت. کاپیتان هواپیما تصمیم گرفت که با این وجود پرواز را به سوی خوجند ادامه دهد. بنابراین منبع مقامات FSB و وزارت کارهای داخلی روسیه را از این قضیه خبردار کردند. با لازر بریدن چشمان خلبانها در بسیاری از کشورهای جهان عمل ضد قانونی اعتراف شده است. برخی بدکاران در نزدیک فرودگاه موقع گرفته با لازرهای پرقوت چشمان خلبانها را میبرند و با این برای به پرواز خیستن و نشستن هواپیماها مانع ایجاد میکنند. چون این عمل برای بخطری پروازها خطر ایجاد میکند. در این اواخر این یگانه چنین حادثه فوق‌العاده نیست که با پروازها از روسیه به تاجیکستان رخ میدهد. طوری قبلا خبر داده بودیم شب 6 آگوست سال جاری هواپیمای شرکت روسی هواپیمایی اورالسکی اویالینی از فرودگاه دمادید و شهر مسکو به سمت کولوب تاجیکستان پرواز میکرد. به دلیل رفتار یک مسافرش که ظاهرا بیمار معتاد مواد مخدر بود مجبور شد که در نیمه راه در فرودگاه کروموچ شهر سمارا فرود بیاید. در سمارا آن مسافر را به دست مقامات طبی سپردند و هواپیما از آنجا بعد نیم ساعت باز به قصد کولوب به پرواز در آمد. هواپیما با 3 ساعت تأخیر بالاخره به فرودگاه کولوب رسید، ولی این دفعه بدون یگان حادثه غیر شرطی.